در گوش و کنار این دنیا مکانهایی وجود دارند که ورود به آنها نه تنها ممنوع بلکه تقریباً غیر ممکن است و حتی مرگبار. جاهایی که با مرزهای امنیتی، دیوارهای بلند و یا حتی تنها سکوتی مرگبار محافظت می شوند. تا پایان این ویدیو همراه ما باشید، چون مکانهای آخر شما را شگفت زده خواهند کرد. جزیره سنتینل شمالی بخشی از مجمع الجزایر آندامان در خلیج بنگال است و به طور رسمی تحت حاکمیت دولت هند قرار دارد. اما در عمل تحت کنترل کامل ساکنان بومی خود است و نه دولت هند، یعنی قبیله سنتینلی. مردمی که یکی از منزوی ترین گروه های انسانی زنده عصر حاضر به شمار می روند. برخلاف دیگر جوامع انسانی، سنتینلی ها هیچ ارتباطی با دنیای خارج برقرار نکردند. دانشمندان تخمین می‌زنند که سنتینلی ها به دلیل دوری از تمدن حدود 60,000 سال از تمدن عقب هستند. آنها زبان خاص خود را دارند، با فناوری های مدرن بیگانه اند و رفتار آنها با غریبه ها پرخاشگرانه و مرگبار است. به عنوان مثال، در سال 2006 2 ماهیگیر که قایقشان دچار طوفان شد و به طور تصادفی به ساحل جزیره نزدیک شده بودند، توسط افراد قبیله کشته شدند. در سال 2018 جان آلن چاو، مبلغ مذهبی آمریکایی، علیرغم هشدارها به طور مخفیانه خود را به جزیره رساند تا افراد جزیره را به دین مسیحیت دعوت کند، ولی جان خود را از دست داد. دولت هند با استناد به حفظ امنیت بازدید کنندگان و همچنین جلوگیری از آسیب به قبیله، منطقه‌ای به شعاع چند کیلومتر از اطراف جزیره را محدوده ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت شامل کشتی‌ها، هواپیماها و هر گونه تماس مستقیم می شود. دلایل این ممنوعیت چندگانه است. از یک سو تماس خارجی ممکن است بیماری‌هایی را به قبیله منتقل کند که به دلیل دوری از تمدن انسانی ایمنی طبیعی نسبت به آن ندارند. از سوی دیگر رفتار خصمانه ساکنان می‌تواند جان بازدید کنندگان را به خطر بیندازد و فراتر از آن دولت هند روی کردی اتخاذ کرده که بر اساس آن حق زندگی مستقل برای این قبیله محترم شمرده شود. در نتیجه سنتینل شمالی یکی از معدود نقاط زمین است که در قرن 21 هنوز هم به طور کامل از دنیای مدرن جدا مانده و به صورت انسانهای بدوی 60,000 سال پیش زندگی می کنند. شایعاتی وجود دارد که در دل جزیره آیین‌ها و باورهای ریشه‌دار در اسطوره‌های فراموش شده بشر وجود دارد. حدود 35 کیلومتر دورتر از سواحل ایالت سائو پائولو در برزیل، جزیره‌ای کوچک و سنگی قرار دارد که به دلایل کاملا مشخص از جمله خطرناک ترین مناطق طبیعی جهان شناخته می شود و ورود به آن ممنوع است. نام رسمی آن ایل داکی ماداگرنجی تلفظ می شود که به معنی جزیره بزرگ سوخته شده می باشد، اما بیشتر مردم آن را با نامی ساده تر می شناسند: جزیره مارها. این جزیره حدود 43 هکتار وسعت دارد و در ظاهر چیزی بیش از یک توده صخره‌ای مملو از گیاه نیست، اما ویژگی منحصر به فرد آن چیزی است که در هیچ جای دیگری از زمین تکرار نشده:
تراکم بالای مارهای سمی، به ویژه گونه‌ای نادر به نام مار سرنیزه‌ای طلایی که در دل انبوه پوشش گیاهی متراکم این جزیره کاملا مخفی هستند. این جزیره در حدود 100,000 سال پیش با بالا آمدن سطح آب دریا از قاره آمریکا جدا شد و به همین دلیل گونه‌هایی از مارها در آن گیر افتاده و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. بر اساس تخمین‌های علمی در این جزیره به طور متوسط 1 تا 5 مار در هر متر مربع وجود دارد. اگرچه جمعیت آنها در سالهای اخیر تا حدی کاهش یافته، اما هنوز هم خطری جدی برای انسان محسوب می شوند. زهر این گونه مار به قدری قوی است که می تواند در مدت کوتاهی بافت بدن انسان را تجزیه کند. این مارها تنها بومی همین جزیره هستند و در هیچ جای دیگری در جهان یافت نمی شوند. به همین دلیل جزیره نه تنها از دید ایمنی عمومی بلکه از نظر زیست محیطی نیز منطقی حفاظت شده و حساس تلقی می شود. دولت برزیل از دهه‌ها پیش ورود عموم مردم به این جزیره را ممنوع کرده است. فقط گروه‌های پژوهشی خاص، زیستشناسان و دامپزشکان با مجوز رسمی از مؤسسه محیط زیست برزیل اجازه دارند برای دوره‌های محدود وارد این منطقه شوند، آن هم با تجهیزات ایمنی کامل و همراهی پزشک متخصص. در قلب شهر واتیکان، کوچکترین کشور مستقل جهان، ساختاری وجود دارد که بیش از هر چیز دیگری در این سرزمین مذهبی با ابهام و گمان زنی احاطه شده است. نام رسمیش آرشیو سری واتیکان است. اما ماهیت ممنوعه و محدود این آرشیو در کنار حساسیت موضوعاتی که در آن نگهداری می شود باعث شده که به یکی از مرموزترین و پرحرف و حدیثترین مراکز بایگانی در جهان تبدیل شود. این آرشیو شامل حدود 85 کیلومتر قفسه است که در آن میلیون‌ها سند، نامه، دست نوشته، نقشه و فرمانهای پاپها از قرون وسطی تا امروز نگهداری می شود. در میان این اسناد برخی از مهمترین لحظات تاریخی جهان ثبت شدند. از نامه گالیله به دادگاه تفتیش عقاید تا نامه‌هایی از میکلانژ که از عدم پرداخت دستمزدش به واسطه کار در سقف کلیسای سیستین گلایه و شکایت دارد و تا اسناد مربوط به جنگ‌های صلیبی و حتی مکاتبات بین واتیکان و رهبران سیاسی قرون. اما چه چیزی این آرشیو را از دیگر آرشیوهای بزرگ جهان متمایز می کند؟ پاسخ در نوع دسترسی به آن نهفته است. ورود به این آرشیو برای عموم مردم ممنوع است. تنها پژوهشگرانی که مدرک معتبر داشته باشند و موضوع تحقیق آنها با موضوعات مجاز آرشیو مطابقت داشته باشد می توانند با دریافت مجوز محدود تنها به بخشی از اسناد دسترسی داشته باشند. حتی در این صورت عکس برداری یا اسکن خودسرانه اسناد نیز مجاز نیست. محدودیت دسترسی در کنار محتوای تاریخی حساس آرشیو زمین ساز شکلگیری نظریه‌های فراوانی شده است. از پنهانکاری در مورد پرونده‌های آزار جنسی کشیشان گرفته تا شایعاتی درباره نگهداری کتاب‌های ممنوعه یا اسنادی مربوط به تماس با تمدن‌های بیگانه. در رشته‌کوه‌های اورال جنوبی در جمهوری باشقیرستان روسیه
کوهی قرار دارد به نام یامانتائو. در ظاهر کوهی است مانند صدها کوه دیگر، اما در دل این کوه آنچه از نگاه ماهواره‌ها و تحلیلگران نظامی دیده می شود تصویری کاملا متفاوت و نگران کننده ارائه می دهد. ساخت و سازی که حداقل از 50 سال پیش در دل کوه و زیر آن شروع شده و حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم لحظه‌ای متوقف نشده و گاهی حتی تا 70,000 کارگر هم به طور همزمان در لایه‌های زیرزمینی آن مشغول کار هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد پایگاهی بسیار عظیم و زیرزمینی در دل این کوه ساخته شده است. تصاویر ماهواره‌ای آمریکایی، تردد گسترده کامیون‌ها، ورودی‌های مشکوک و توسعه مستمر تأسیسات را ثبت کرده‌اند. اما نکته عجیب اینجاست: دولت روسیه هیچگاه به طور شفاف هدف این ساخت و ساز را اعلام نکرده است. در پاسخ به پرسش‌های رسمی ایالات متحده، روسیه در دوره‌های مختلف گفته این فقط یک مرکز معدنی است یا یک انبار مواد غذایی ملی یا در بهترین حالت یک پناهگاه برای مدیریت بحران در زمان بلایای طبیعی است. اما تحلیلگران معتقدند وسعت، طراحی و موقعیت این پایگاه بسیار فراتر از کاربردهایی در این سطح است. بر اساس ارزیابی‌های غیر رسمی احتمال می رود این مکان یک پناهگاه مقاوم در برابر حملات هسته‌ای باشد یا یک مرکز فرماندهی جایگزین دولت روسیه در صورت وقوع جنگ جهانی دیگر و یا حتی مخفیگاه زرادخانه‌ای از تسلیحات خاص و نادر. واقعیت این است که در دنیای مدرن که هیچ چیز از دید دولت‌های بزرگ مخفی نمی‌ماند، پایگاه یامانتائو یکی از معدود نقاط جهان است که نه تنها دولت سازنده اش در موردش صحبتی نمی کند، بلکه طرف مقابل هم به ظاهر دقیقاً نمی داند درون آن چه می گذرد و همین آن را به یکی از رازآلودترین مراکز زیرزمینی قرن 21 تبدیل کرده است. در نزدیکی شهر ونیز، در دل تالاب معروف لاگون، جزیره‌ای کوچک و متروکه قرار دارد که اهالی منطقه از آن با ترس و احتیاط یاد می‌کنند. نام این جزیره پوولیا است، جزیره‌ای که تاریخ آن بیش از 1000 سال قدمت دارد، اما آنچه در حافظه مردم باقی مانده بیشتر به دوران تاریک و وحشت آور طاعون باز می گردد. در قرن 14 زمانی که طاعون سیاه سراسر اروپا را فرا گرفته بود، پوولیا به یکی از مکانهای قرنطینه بیماران مبتلا تبدیل شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران هزار نفر در آن دوران در شرایطی بسیار وخیم به اجبار به این جزیره فرستاده شدند، نه برای درمان بلکه برای مرگ تدریجی با درد و رنج زیاد و سوزانده شدن. طبق اظهارات نیمی از خاک این جزیره خاکستر اجساد افرادی است که در آن دوران در آنجا سوزانده شدند. اما تاریک پوولیا به همینجا ختم نمی شود. در قرن 19 و سال 1922 میلادی یک تیمارستان روانی در این جزیره ساخته شد. اطلاعات رسمی از نحوه عملکرد این مرکز محدود است، اما طبق اظهارات مردم محلی جزایر اطراف، بیماران روانی در این مرکز بسیار مورد بدرفتاری، آزار و شکنجه قرار گرفتند.
روایت هایی از پزشکانی که روی بیماران روانی این مرکز آزمایش های تجربی و دردناک انجام میدادند وجود دارد و حتی پزشکی که گفته می شود تحت تأثیر همین آزار و اذیت‌ها پس از مدتی دچار اختلال روانی شده و خود را از برج ساختمان بیمارستان به پایین پرتاب کرده است. هرچند بخش زیادی از این روایت‌ها تأیید رسمی ندارند، اما شواهدی از وجود تأسیسات روانپزشکی و گورهای دست جمعی در جزیره موجود است. این مرکز در سال 1968 یعنی 46 سال بعد از تأسیس تعطیل شد و از آن به بعد جزیره برای همیشه متروک باقی مانده است. ساختمان‌ها تخریب شده و طبیعت بخش زیادی از بقایای انسانی و معماری را در خود بلعیده است و دولت ایتالیا ورود عمومی به جزیره را ممنوع کرده. برخی تلاش‌هایی در دهه‌های اخیر برای فروش یا بازسازی جزیره صورت گرفته، اما همگی بدون نتیجه ماندند، احتمالاً به دلیل وضعیت پیچیده حقوقی و بار تاریخی سنگین آن. جزیره پوولیا نه تنها یادآور صفحات تاریکی از تاریخ پزشکی و بهداشت در اروپا است، بلکه نمونه‌ای نادر از جایی است که ترکیب مرگ، انزوا، بیماری و زمان آن را به یک نقطه خاموش و رها شده بدل کرده است. در صحرای نوادای آمریکا و در 130 کیلومتری شمال غربی لاس وگاس جایی وجود دارد که بیش از هر مکان دیگری با اسرار نظامی، نظریه‌های توطئه و داستان‌های فرازمینی پیوند خورده است. نام این منطقه در هیچ تابلوی جاده‌ای نوشته نشده، اما تقریباً همه آن را می‌شناسند. منطقه 51. این منطقه در محدوده پایگاه نیروی هوایی نلیس قرار دارد و تا سالها حتی وجود رسمی آن نیز از سوی دولت ایالات متحده تایید نمی‌شد. تا اینکه در سال 2013 سازمان سیا رسما وجود منطقه 51 را به عنوان یک مرکز آزمایش تجهیزات نظامی فوق سری اعلام کرد. نه تنها ورود، حتی نزدیک شدن به این پایگاه چه زمینی و چه از مرزهای هوایی ممنوع است. گفته شده هدف تأسیس این پایگاه توسعه و آزمایش هواپیماهای جاسوسی فوق پیشرفته مانند U2 و SR-71 بلک بیرد در دوران جنگ سرد بود. اما فضای کاملا محرمانه اطراف این مرکز همراه با محافظت شدید نظامی و ممنوعیت پرواز حتی برای هواپیماهای تجاری باعث شد که گمان زنی‌های گسترده‌ای درباره فعالیت‌های فراتر از هواپیماهای جاسوسی در این مکان شکل بگیرد. یکی از معروفترین شایعات به حادثه روزول در سال 1947 باز می‌گردد، جایی که گفته می‌شود شیئی ناشناخته سقوط کرد و لاشه آن به منطقه 51 منتقل شد. از همان زمان باورهایی درباره نگهداری اجساد موجودات فضایی، فناوری‌های بیگانه و حتی آزمایش‌هایی برای بازسازی یوفوها شکل گرفت. در سال 2019 یک رویداد اینترنتی با نام یورش به منطقه 51 به طور نمادین سازماندهی شد. میلیون‌ها نفر در این کمپین ثبت نام کردند تا به این منطقه یورش ببرند، اگرچه فقط چند هزار نفر در محل حاضر شدند.
نیروی هوایی آمریکا در واکنش اعلام کرد که هر گونه ورود غیر مجاز به منطقه با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. در حال حاضر منطقه 51 هنوز هم به عنوان یک تأسیسات نظامی فعال باقی مانده و ورود به آن به شدت ممنوع است. ماهواره‌ها تنها چیزی هستند که می توانند از بالا نگاهی به آن داشته باشند و حتی آن تصاویر هم بسیار محدودند. چه بخواهیم آن را صرفاً یک پایگاه آزمایش فناوری‌های پیشرفته بدانیم، چه محلی برای پروژه‌هایی که عموم مردم از آن بیخبرند، منطقه 51 تبدیل به نماد جهانی پنهانکاری دولتی و اسرار نظامی شده است. 6 مکان، 6 هشدار خاموش از دل زمین. هر کدام نشانی است از مرزی که انسان هنوز به آن نرسیده یا شاید نباید برسد. گاهی ممنوعیت فقط یک قانون نیست، یک پیام است. پیامی از تاریخ، طبیعت یا حتی خود انسان به آینده. شاید واقعیت بعضی از این مکانها هنوز زیر خاک مدفون است، در دل تونل‌ها، در صفحات بسته بایگانی‌ها یا در سکوت یک قبیله دور افتاده. اما چیزی که روشن است این است: ما همه چیز را نمی‌دانیم و شاید نباید که بدانیم. اگر این سفر در دل رازها برایتان جالب بود، با نوشتن دیدگاهتان کمک کنید این پرونده باز بماند. کدام مکان برایتان مرموزتر بود؟ شما چه داستانی شنیده اید که به این لیست اضافه شود؟ ما در ویدیوهای بعدی به دل رازهای دیگر خواهیم رفت. پس اگر اهل ناشناخته ها هستید همراه ما باشید.